اغلب والدینی که کودکان پر جنب و جوشی دارن و کودکشون اصطلاحاً دیوار راست رو میره بالا، نگران اینن که نکنه کودکشون بیش فعالی داشته باشه. هرچند هر بیقراری و تکانشگری یا پر جنب و جوشی رو نمیشه به حساب بیش فعالی گذاشت. اگه بخوام خیلی ساده بیش فعالی رو توضیح بدیم، معمولا این کودک‌ها مثل بقیه بچه‌ها نمیتونن بین کنترل عواطف و هیجاناتشون، تمرکز کردن و تحرک و بازی کردن یه تعادل رو برقرار کنن. برای همینه وقتی می‌بینین داره تکالیف مدرسه‌شو انجام میده، یهو وسطش بلند میشه میره سراغ بازی. یه بازی رو شروع کرده، هنوز تموم نکرده، میره بازی بعدی. اصطلاحاً داره نوک میزنه به بازی‌ها. یا وقتی که داره با بچه‌ها فوتبال بازی میکنه، بچه‌ها شکایت میکنن که اصلا قوانین رو رعایت نمیکنه، داره برای خودش تنهایی بازی میکنه. و این رفتارها باعث میشه که براشون چالش ایجاد بشه، عملکرد درسیشون افت کنه و خیلی از روابط دوستی و با همسالاشون شکل نگیره. ولی خبر خوب اینه که اگه ما به هنگام شروع کنیم و زود تشخیص داده بشه و طبق پروتکل‌های جهانی پیش بریم که شامل دارو درمانی، توانبخشی و آموزش خانواده است، خیلی از این بچه‌ها چالششون کمتر میشه و میتونن روی خودشون کنترل بیشتری داشته باشن و در نهایت عملکرد درسی و روابط بینشون هم حتما بهتر میشه.